از روز ازدواجتون، از جشن عروسیتون راضی بودین؟ خوش گذشت؟ خیلی. آره بلکه ما اصلا عروسی نگرفتیم. چیزایی که ما شنیدیم احتمالاً خیلی حقیقت نداشته. احتمالاً چی شنیدی مگه؟ شنیدی؟ که مثلا خیلی هم مثلا چیزی خاله پروین انگار خیلی راضی نبود. گفت برنجشونه که هم انگار نپخته بود. حالا ما چیکار داریم؟ حالا خوشبختیم. اسم خاله پروینه واقعا؟ خاله پروین کجا ما پیدا چون کردی؟ بعدن هم گفتم خیلی رو حرفای خاله پروین چیز نکنم، خاله نسرین هم میگو انگار ژله‌شون یکم وا رفته بوده. حالا به ما چه؟ ایشالا خوشبخت بشید. چیکار ما به ژله شما مثلا داریم؟ با اونا کاری ندارم. اونا بله. گفتن کجا پیداشون از اون ور گفتم شاید اقوام عروس مشکل داشتن، مثلا نپسندیدن. رفتم سراغ خاله زری. خاله زری گفت مثل که ای ارکستر الکیا آوردن، ارکستر ارزونا، ولی حالا به ما چی؟ ایشالله خوشبختی به پای هم پیچید. گفتم خاله زری رو زیاد حساب نکنم، رفتم سراغ خاله زهرا. خاله زهرا گفت که انگار نمیدونم حالا چی شده، انگار قاشق چنگلای مراسمتونم کرایه‌ای بوده که گفت جای چربی ماکارونی هنو روش بوده. حالا اصلا به ما چه؟ نه با فضولی کنه آدم. آره به نظر من جناب خان الان اینا خیلی خصوصیه داریم. خیلی خصوصیه. بله آدم نبا مثلا این که رویا خانوم اون شبیه تیک قربون صدقه شما میرفته، بعد خاله شوکت بهش گفته چسکه بسکه، به ما چه اصلا؟